سرخط مهمترین خبرها: پایان لیمیت، بالا رفتن معاش و نفقه، پرزیدنت به مردم چی وعده ها داد؟ شهروند تاجیکستان را بعد 21 سال در قزاقستان یافتند و پرزیدنت آذربایجان گفت روسیه به آنها سفسطه گفته است. درود بینندگان عزیز، هفته نو را برای شما شاد باش میگویم. برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 3 دکبر سال 2024 است. روز 28 دکبر رئیس جمهوری تاجیکستان با پیام سالانه در پارلمان برآمد کرد. بینندگان عزیز، ما چند نکته اساسی سخنرانی امامعلی رحمان را برای شما گردآوری کردیم. پرزیدنت در نزد وکیلان گفت از ماه می سال 2027 یعنی تقریبا 2.5 سال بعد کمبود برقی یا لیمیت در تاجیکستان از بین می رود. این کار با گفته امامعلی رحمان از حساب بنیاد راغون و تجدید چند نیروگاه در دریای وخش امکان پذیر است. کمبود برق یک از انتقادهای اساسی از کار حکومت تاجیکستان است. نکته دیگر در برآمد رئیس جمهور زیاد شدن معاش و نفقه در سال آینده است. با گفته امامعلی رحمان از ماه سپتامبر سال 2025 معاش آموزگاران 30% و دستمزد دیگر کارمندان دولتی 20% افزایش خواهد یافت. رئیس جمهور از آن توصیف کرد که دوام 4 سال اخیر معاش کارمندان دولتی 100% زیاد شده ولی نرخ‌ها همگی 29% بالا رفتند. ولی با این زیادشوی هم شهروندان تاجیکستان تا حال پسترین معاش و نفقه را در میان کشورهای سابق اتحاد شوروی میگیرند. پرزیدنت همچنین گفت که درآمد اهالی دوام 5 سال اخیر 3 برابر زیاد شده است. بینندگان عزیز، آیا درآمد شما در 5 سال اخیر 3 برابر زیاد شد؟ لطفاً در زیر برنامه نظرتان را به ما نویسید. یک شهروند تاجیکستان را که سال 2003 با نیت سفر به روسیه به راه برآمده به نشان گشته بود، بعد 21 سال در قزاقستان یافته به نزد پیوندانش برگرداندند. طالب بیگیم قلوف 52 ساله است و از دهه شورناوه شهر پنجکین. اکبر شریفی سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سوغد میگوید بیگیم قلوف سال 2003 در راه به روسیه در حدود قزاقستان بر اثر تصادف نقلیاتی آسیب معینه سر برداشته و بیماری فراموش خاطری گرفتار شده است. با گفته اکبر شریفی، طالب بیگیم قلوف معلومات درباره خود، نزدیکان و پیوندان و جای زیست را پر از خاطر برآورده تا این دم در حوله شهروند قزاقستان در شهر چیمکن میزیست. وزارت کارهای داخلی استفاده از برنامه‌های اینترنتی، همکاری با کنسولگری تاجیکستان در الماتا و مقامات حفظ حقوق قزاقستان را از عامل‌های یافتن طالب بیگیم قلوف نامبر کرده است. مقامات میگن کافتگاه طالب بیگیم قلوف با درخواست پدرش از سال 2014 رسما ادامه داشت، ولی او زمان پیدا شد و به وطن آورده شد که والدانش دیگر بر حیات نیستند. مهاجران تاجیک میگویند یک هفته اخیر رید و تفتیش مقامات در قزاقستان زیاد شده است. گروه از مهاجران با فرستادن نوار به رادیوی آزادی گفتند آنها را به آن متهم کردند که قید جای زیستشان ساخته است. یکی از نوارهای فرستاده مهاجران را با هم ببینیم. مردمی که همه در طرف قزاقستان که میوین که میرین احتیاط کنین. پراپیسکوی قزاقستان میکرده اما فالشیه باور نکنین. اینجا دو گروپ آمده برده سیان کرد چی 180 نفر 43 نفرش تاجیک خودمونه دیگرش ازبکن. این تماشین دیم کرد چی روز دوشنبه نصیب باشه سوده. یادآور می‌شویم که قزاقستان بعد روسیه کشور دومی قبول کننده مهاجران از تاجیکستان میباشد. بینندگان عزیز، اگر شما هم در قزاقستان هستید لطفاً به ما نویسید که وضعیت چه خیلی است. ایلهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان بعد از یک روز عذرخواهی ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه سقوط هواپیمای آذری را در حدود قزاقستان شرح داد. او روز 29 دکبر در صحبت با شبکه از تیوی گفت هواپیمای آذربایجان ایرلاینز قصداً سقوط داده نشده است، ولی در 3 روز اول از روسیه بجز سفسطه چیزی نشنیدیم. در حالی که به گفته علیف چاره‌های ضروری اعتراف گناه، معذرت خواستن از آذربایجان و رساندن معلومات درست به مردم بود. هواپیمای شرکت آذربایجان ایرلاینز که روز 25 دکبر از شهر باکو به گروزن پرواز میکرد در نزدیکی شهر اقتای قزاقستان سقوط کرد. 38 نفر جان باخته، 29 کس مجروح شدند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه روز 28 دکبر گفت ولادیمیر پوتین در صحبت تلفنی با ایلهام علیف از آن عذرخواهی کرد که حادثه فاجعه بار در قلمروی هوایی روسیه رخ داده است. ایلهام علیف به شبکه از تیوی گفته است خلاصه نهایی بعد کشادن قطه سیاه معلوم خواهد شد. و هر گونه کوشش انکار این دلیل و پنهان داشتن واقعیت را هم بی‌معنا و هم ابلهی نامید.
جیمی کارتر پرزیدنت 39 ایالات متحده آمریکا در سن 100 سالگی درگذشت. فاند کارتر خبر داد که او آخرین لحظه های عمرش را در منزلش در ایالت جورجیا گذراند. جیمی کارتر برنده جایزه صلح نوبل از سال 1977 تا 1981 رئیس جمهور آمریکا بود. در دوره کاری او در ایران انقلاب اسلامی غلبه کرده روحانیان تندرو سفارت آمریکا را در تهران اشغال کردند. ناآمدی دیگر در دوره کارتر تورم یا بالاروی بی سابقه نرخ‌ها در آمریکا در عصر 20 بود. در عین زمان کارتر در زمان کارش به چند سازش مهم بین المللی دست یافت. از جمله آمریکا اداره‌کنی کانال پاناما را به اختیار دولت همنامش پاناما گذاشت. امضای سازشنامه با اتحادیه شوروی درباره محدود کردن مسلح شوی استراتژی و سازش صلح میان اسرائیل و مصر از موفقیت‌های دیگر جیمی کارتر گفته می شود. بینندگان عزیز، همکاران ما از ساکنان در خیابان‌های دوشنبه پرسیدند که کدام کشورها را برای تاجیکستان همچون کشور دوست می‌حسابند. پاسخ ساکنان را اینجا بینید و نظر خودتان را هم در زیر برنامه نویسید. شهروندان خدمت که بسیارتر روسیه میروند، ما باید که بسیارتر همون روسیه کتی خیلی علاقه خوب داشته باشیم، برای که بسیاری آدمای خدمت همونجا کار کرده به چی میگنده آبادی خودشون همونجا میگیرن. فکر من دولت‌های آسیای میانه باید یک شوند. همین خودمون جمع شویم ابرقدرت میشیم. آسیای میانه. آسیای میانه همین ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، همین 5 دولت. کنفدراسیون یا فدراسیون شوند یا نمیدونم یگان نام قطعی یک سایدین و جنبش شوند. فکر من همین. دولت‌های ابرقدرت رفت آمد زیاده کردن در کره، پیشروی را خوبتر کردن در کره. خصوصا ما که در مملکت زیاده ما مسلمان هستیم، الحمدلله باید که با دولت‌های مسلمانی بود زیادتر رفت آمد، با دولت‌های عربستان مثل دیگر دولت‌های مسلمانی باید زیاده رفت آمد کنیم. البته باید که خیلی که در عرفیت میگویم تاجیکی خودمون فراموش نکنیم، مسلمانی خودمون فراموش نکنیم. Мне кажется, мы должны дружить со всеми. ба фикрам мо бояд бо ҳама дӯстӣ кунем, зеро одамон новобаста ба миллат ба ҳамдигар дӯстанд. ҳамеша фикр мекунам бо ҳамаи кишварҳо дӯстӣ бояд дошта бошем. Любой страны. Я думаю, что мы должны со всеми странами дружить. فکر میکنم که حاضر در جای دوستی امی بسیارتر منفیت ها باید پیش میایستند. امی منفیت هایی که ما منفیت های اقتصادی که ما داریم اگر واقعانه بینید بسیارتر وابسته از روسیه هستیم. ما یک به یک مقدار کوشش میکنیم که با دولت روسیه یک رابطه خوب داشته باشیم، چون بسیار مسائل اقتصادی از او وابسته، مهاجرت چه خیلی کشون می‌بینیم. با کشور خیتای همسایه با او دوستی خوب برقرار کردن که دوستی خوب هم به فکرم داریم. با اگر دولت‌های اروپا را بگوییم که اگر او کمتر دورتر هستند او در نظر مردم معلوم نیست تا کدام درجه روابط هست نیست. انا در به قریبی مثال ترکیه ویزا جاری کرد، شاید یک سببای چینه که به همه دولت‌ها مال داد و گرفت و مال و چی نصیحت‌های اقتصادی را برقرار کرده و زندگی را پیش بردن در کار است. همسایه در نزدیکیت اگر همسایت بد باشد بدی می شود. خوبش که قطعی همسایه باید که نسبت‌های خوب کردن در کار، رفت و آمد کردن در کار. یک کلام میگن که ما باید قطعی ایران هم که همزبان هم هست، قطعی اونا هم باید دوستی خوب باشه. شما چی فکر می‌کنید؟ دوستی باشه و در حیات قانون. از قانون بیرونی. نزدیکترین هم وقت دوستی کنی او خوبه. دوستی نعمت خداونده. احمد الشر یا ابو محمد جولانی رهبر حاضره سوریه گفته است دمشق می‌خواهد با ایران و روسیه رابطه داشته باشد، اما این مناسبت باید بر پایه احترام برابر انجام شود. جولانی 29 دکبر در مصاحبه مفصل با تلویزیون العربیه گفته است امکان ندارد که سوریه با یک کشور مهم منطقوی مثل ایران رابطه نداشته باشد، اما این روابط به گفته رهبر نوی سوریه باید بر پایه احترام و استقلالیت هر دو کشور و دخالت نکردن به کارهای دو دولت اساس یابد.
یابد. جولانی از تهران خواست در سیاست‌های خود در منطقه از جمله دخالت به کارهای دیگر کشورها تجدید نظر نماید. ایران و روسیه از متحدان اساسی بشار اسد رئیس جمهوری سرنگون شده سوریه هستند. اسد در آغاز ماه دکبر و از سوی گروه‌های مخالف با رهبری هیئت تحریر شام از قدرت برکنار شد. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 3 دکبر را فرا می‌گیرد. دکبر سال 1922 در انجمن عمومی شوراها اعلامیه تأسیس اتحاد جمهوری‌های شوروی سوسیالیستی قبول شد که در آغاز از روسیه، اوکراین و بلاروس عبارت بود. سال 1924 این اتحاد از حساب جمهوری‌های آسیای میانه از جمله ازبکستان شوروی و تاجیکستان مختار در هیئت آن تکمیل شد. تاجیکستان سال 1929 مقام جمهوری جداگانه شوروی را کسب کرد و یکی از 15 ریسپوبلیکای SSSR گردید. SSSR دکبر سال 1991 برهم خورد. 3 دکبر سال 1982 زادروز آوازخوان با استعداد منیژه دولت است که در دوام تجربه بسیار کوتاه آوازخوانیش با ترانه‌های دلریش و پرمضمونش در دلها جای گرفت. اولین هنرمند زن از تاجیکستان بود که بعد سقوط حکومت طالبان در افغانستان در این کشور کنسرت‌های هنری برپا کرد. سالهای بعدی از آوازخوانی کنار رفته با آهنگسازی مشغول شد. 3 دکبر سال 2020 در ناحیه قبادیان ولایت ختلان در عائله دلناز محمد و رحمان نورمرادوف پنجگانیک ها تولد شدند که یک حادثه بی سابقه در تاریخ تاجیکستان گردید. 2 پسر و 3 دختر زیر نظر طبیبان تولد شدند و حکومت ولایت ختلان هم گفت که برای این عائله خانه نو می سازد. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 111 سامان ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سامان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org تماشا کنید. خدا نگهدارتان.